با نام خدا، یاد خدا. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوبتی دیگری ما فعلا در خاک انداره هستیم، یعنی یک دولتی که در با فرانسه هم سرحد است. ما فعلا قرار داریم در شاهراه میریم به پایتخت این دولت، ببینیم که در پایتخت چه چیزهای دیدنی و برای تماشا داره. بعدش ما انشاءالله ما بنوار میکشیم و پیشکش میکنیم. این هم جاده که از طرف فرانسه به مرکزی انداره، پایتخت انداره میرود این شاهراه. شما ما را همراهی کنید تا آخر برنامه، ببینیم که از این برنامه چی حاصل میشه. دیگه فعلا خداحافظ، منتظر برنامه باشید. دوستان عزیز، ما فعلا هر روز در راه هستیم، در راه شاهراه فرانسه انداره. یا ببین منظره ها رو ببینید، این کوه ها رو ببینید چقدر سرسبزن، خانه ها رو ببینید. گفتی که با خیلی جای چی بود است، جای سیاحی، جای توریستی، جای گردشگری. این طرف رو بگی، طرف نشون بدی. این طرف میگن که کنات دروغ داشته است، تلفیقی میگن فرانسوی ها. این از اینجا میره طرف بالای که این منظره رو ببینید، خانه رو ببینید چه خانه هاشون زیبا هم هست. این هم یکی از شهرهای انداره است، که نمیفهم کدام شهر شد، اما ما میریم طرف مرکز، میریم طرف پایتخت. با ما باشه دوستان عزیز. سرسبزی رو ببینید، خانه ها رو ببینید، اما استایلایی گفتی که با استیلی بهترینی اروپایی یا انداره. ببینید دوستان، این هم در بالای که ها، در بلندی که میریم پایان. در پایان پایتخت دولت جایگیر شده است. همه این دولت کوهستانی است، ولی شاید 90-95% دولت کوهستانی باشد، برای که همه جا را ببینید کوهستانی است. با هم ببینید سربطالک، سرسبزی را ببینید چقدر سرسبز است. دوستان منظره را ببینید، خانه را ببینید در بالای که. از اکثر چندگی هم میگویم خیلی خانه در بالای خانه است. این طرف ها بگی منظرهای خوب ها ببینن. دولت انداره دوستان از یک دولت های خردترین اروپا به حساب می‌رود. چند دولتی از مثلا انداره، لوکسمبورگ، لیخشتین یا کارلکی گسودارنسشون میگن برسی، یعنی دولت های خردترین اروپا. در اتحادیه اروپا داخل میشوند و تیم فوتبال هم دارن، تیم والیبال هم دارن، همه چه ورزش هم دارن در اینجا. اما بیشتر در اینجا به حساب کوهنوردی و چیزهایی که به کوه وابسته است، ورزش ها در اینجا زیاد دیده میشوند. دوستان عزیز، بخشش زیاد، چون من کمک غریب هستم، آوازم خوب شاید نباشم و اون وقتی پیش عذر که معلومات بدین برای این شهرها، برای مثلا معلومات پیدا کردن شما. ما میریم دیگر طرفای دولتی انداره یا شهرهای انداره. با ما بیمانید. دوستان عزیز، این هم دیگر کوچه و خیابانهای شهری انداره، دولتی انداره بخشش دولتی انداره. دوستان عزیز، نگفتن هم مانه یک سیگار نگاه کنید که مثلا دولت کوهستانی هم هست، به خاطر کوهستان بودنش توریست یا چی میگن شرکت های توریستی در این دولت خیلی فعال است و 90 تا 95% بودجه دولت انداره از حساب توریسم است. و
میشه که دوستان عزیز ما هم مثل همین اندورا دولت کوهستانی است میشه که از تجربه آموخت و رفت در تاجیکستان از همین شرکت ها در اونجا باید گشاده شود و باز شود که مردم سطح توریسم و سیاحی را پیش ببرند. ببینید در همه نقطه شهر مثلا مغازه ها نمیفهم جاهای تفریح نمیفهم تلفریک یا کنند دراغ که با بالای که نمیبره در همه جا ساخته شدن. همه همین شرایط هایی که ساخته شدن به خاطر توریستا و گردشگران میباشند. و گردشگر دیگه نمودی گردشگری در اینجا حساب دوچرخه هم هست. دوچرخه سواری خیلی در اینجا رونق یافته است ساحه توریسمش. مثلا ما در راه چند ماشین دیدیم که دوچرخه را ماشین رو منع کردن و دوچرخه را گفتن با دوچرخه همین کوه ها را گفتی گفت که نوای کردن دیدن کردن و تماشا بالا میره پایان. عزیز در بالای کوه هم پلهای هوایی هم پلهای به حسابی برای ماشین و برای پیاده‌گرد اینجا خیلی خوب ساخته شده است. ما را همراهی کنید ما میریم دیگه طرف‌های دولت اندورا. دوستان عزیز منظره رو ببینید منظره زیبا و ما نصیب باشه مگه و پایتخت این دولت نزدیک شدیم شهری اندورا. پایتخت چی نام داشت؟ دوستان عزیز پایتختی اندورا ویلا دو ویل نام داشته است یا که اندوراش هم میگن هم اندورا دولت هم پایتخت. ببینید ما داخلش هستیم به پایتختی اندورا. این ساختمان رو ببینید چه ساختمان زیبا هم هست. گسیسه هتل پانوراما 4 ستاره لب ره برای گردشگران و سیاحان و توریستا ساخته شده است. و در دولت اندورا برادرها بیشتر نقطه سوزشواری یا که همون زپرافکا بسیار دیده می شود. نفوذ اهالی کمه اما چی میگن نقطه سوزشواری خیلی زیاد. در هر یک کوچه 3-4 دانه قریب سر میخورده هر کوچه های شهر. از این معلوم میشه گردشگر و سیاح زیاد است. ما باید به ماشین های خود میرن و این چیز درجه 23 خب با ما باشه دوستان میرم دیگه طرف های شهر. دوستان عزیز ما رسیدیم به پایتختی اندورا شهری ویلا دویل. را ببینید منظره را ببینید هم کوهستان هم چی میگن گسیس های محتشم و هم پارکینگ های. ببینید خیلی منظره زیبا داره اینجا. شما اگه ببینید سرسبزی را ببینید و زیباگی را. دوستان عزیز شما همین منظره را ببینید. این کوچه بالاش که ببینید خیلی منظره زیبا هم است. این طرف هم ببینید. دوستان عزیز اکسید گرم متوجه شدید به اینجا به خاطر که هوا گرم و یک کمک دولت اندورا برای مردمش این خیلی چرا ساختگی یک کمک سایگی شود. شما ببینید چقدر این کوچه زیبا هم است. زیبا هم است. ببین تمام کوچه ایمه گلو بالا پوش کردگی است. ببین دوستان عزیز با این طرف هم ببینید خیلی زیبا. نگید چقدر چی میگن خشروانه. دوستان عزیز این هم دیگه کوچه های شهری اندورا و این ببینید در اینجا هم کار کردگی بوده است. شهر شهر این کوچه را ببینید.
اوه اونجا همه چی میگن پفاکو شریکا را نصب کردی بسن بابا میماند